نصیحت معنیش چیه؟ معنای الدین و نصیحه یعنی نصیحت یکی از مهمترین چیزای حساب میشه دیننده. خیلی که علیه السلام میگفت که الحج عرفه، الحج عرفه میگفت. حج چی است؟ عرفه. یعنی معنیش که حج برای دو عرفه به از سحر تو بگوی سه گشته بیاد حجتون صحیح میشه؟ باید که طواف افاضه ها انجام ده، میقات مزدلفه مینای ها، نحر و ذبح و رجم و طواف و مسعلق. یعنی معنای این حدیث یعنی عرفه از همه مهمترین چیزهای حج است. هم به یعنی نصیحت هم چه میشت، یعنی یکی مهمترین چیزهای چه دین است. رسول صلی الله علیه و سلم گفت که دین نصیحت 3 بار. دین چی گفت؟ یعنی نصیحت گفت چند بار؟ 3 بار گفت. گفتن صحابه ها لمن یا رسول الله؟ طيب نصیحت برای کی؟ برای کی نصیحت کنیم؟ گفت اگه رسول صلی الله علیه و سلم گفت که لله، نصیحت برای الله سبحانه و تعالی و برای کتابش و برای رسولش و برای امام های مسلمین. امام های مسلمین یعنی سردارهای مسلمان ها، امیرها، سردارها، رئیس هایی که مسلمان ها و عامتهم و برای عامه مسلمان ها. فهمدید؟ همین حدیثی که گفتم دمیم داره. و این حدیثی چی گفتم مهم گفتم. مقدمه 40 گفته بودیم که ابو داود رحمه الله گفت که یعنی دین چند 4 حدیث به چی تاب میخورد. یکی از همین حدیثی که گفت تمیم داره الدین و نصیحه گفته بود یعنی. و ابو نعیم رحمه الله، ابو نعیم میگوید که هذا الحديث له شأن، میگوید این حدیث چی دارد؟ میگوید خودش به شأن عظیم دارد. میگوید یعنی چی دارد؟ میگوید یعنی شأن عظیم دارد. میگوید یعنی و محمد ابن اسلم توسی میگوید که حدیث میگوید احد ارباع الدین، این حدیث 4 دین است. 4 دین است. فهمید؟ 4 چی بوده است؟ یعنی دین بوده است. توسی رحمه الله، محمد ابن اسلم الطوسی رحمه الله میگوید یعنی. فهمید؟ الان همین نصیحت های بینیم، نصیحت ها عموما باب عموم گریم. همین نصیحت ها یعنی باب نصیحت چه؟ باب نصیحت به حدیث های چه اومدگی یعنی بسیار اومدگی. حدیث های چه اومدگی یعنی خیلی بسیار حدیث اومدگی. همین حدیث های نصیحت عموما از باب عموم گریم 2 به تقسیم میشه. چند به تقسیم میشه؟ یعنی 2 به حدیث هایی که یعنی چه اومدگی ورد فی باب النصح لعموم المسلمین. لمن؟ لعموم المسلمين. وحديث الثاني لا خاص لمن؟ لولاة الأمور، لولاة أمور المسلمين. فهمت؟ حديث يحكم قسم حديثك عموما ديك. حديث يعني وردت أحاديث في هذا الباب، أحاديث التي وردت في ماذا؟ في باب النصح لعموم المسلمين. وأحاديث الثانية ماذا؟ وردت في باب في خصوص يعني خاص لماذا؟ لأئمة المسلمين. يعني أما النصح للمسلمين عموما، النصح للمسلمين عموما مثل حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، حديث يعني كي بخاري مسلم رواية كارجي میگفتن که بایعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح لكل من؟ لكل مسلم. يعني كل از الفاظ چی گفتیم؟ الفاظ العموم. یعنی چی؟ همین خیلی صحابه ها چی؟ رسول صلی الله علیه و سلم چی میدادن؟ یعنی بیعت میدادن. همین خیلی مثلا صحابه ها چی میدادن؟ یعنی بیعت میدادن. بیعت میدادن رسول صلی الله علیه و سلم. یعنی چی؟ نماز خوندن، زکات دادن، روزه داشتن. و علیکم السلام. و این چنین چی به نصیحت کردن برای هر یک مسلمان. نصیحت کردن یعنی هر یک مسلمان به چی نصیحت کردن. فهمت؟ نصيحت كان. وكذلك حديث مثلا حديث ابو هريره، حديث مشهور حق المسلم على المسلم 6. من هذه 6 ماذا؟ اذا استنصحك فانصحه. اگر مثلا تو نصیحت طلب کنه چی کن وایبا؟ نصیحتش کن. نصیحت طلب کرده تو چی تا کن وایبا؟ نصیحت کن. عموم المسلمین یعنی این مثلا باید که چی میشه نصیحت؟ یعنی تو که نصیحت طلب کرد باید که تو وایبا چی؟ نصیحت کنی. فهمت؟ هم یعنی چی وای این عموم مسلمان ها. اما دویم قسم گفتیم برای کی؟ برای ولات الامور اومدگی. یعنی ولات الامور چی؟ یعنی سردارهای دولت، رئیس ها مثلا، امام ها مثلا و یا به نصیحت. یعنی نعم حدیث های این باب بسیار اومدگی، مثل حدیث صحیح مسلم به اومدگی حدیث ابی هریره رضی الله تعالی و ارضاه. رسول صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله یرضى لكم 3 و یکره لكم 3. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله
امركم ان تناصحوا نعم ان تناصحوا من والله الله امركم. سه چیز یعنی الله تعالی همین حالتند از شما راضی میشد که سه چیز کنید و سه چیز چیه؟ یگانه الله عبادت کرده شرک نبیارید، یعنی همراهی جماعت هیچ وقت تفریقه نکنید، و سومش چیه؟ سردارای خود به چه نصیحت کنید، سردارای خود به چه نصیحت کنید. و كذلك حدیث جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه مسند احمد رسول صلی الله علیه و سلم حتی خطبنده گفت علیه الصلاة والسلام گفت که ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. اخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة ولاة الامور. سه چیزایی که غل نمیشه دل آدم. معنای اغلال جد دو معنای میتاد، یعنی همین سه چیز کنی دلت غل، یعنی دلت به هیچ وقت کسلی، حسد، حقد، بدبینی پیدا نمیشد، و یا که خیانت معناش میتاد. و من یغلول غل معناش خیانت دلت به پیدا نمیشد. این چیز چه؟ یعنی عبادت تنها به الله اخلاص کن، اخلاص. دویمش چه؟ همراهی جماعت مسلمان ها شف، و رئیس ها به سیب طرزدارهای دولت به چه؟ نصیحت کن، نصیحت کن. این حدیثی چی گفتیم؟ جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی و ارضاه. هم به یعنی باب نصیحت چیه بسیار اومده که حتی قرآن به الله سبحانه و تعالی سوره توبه میگه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. یعنی همون هایی که مثلا یعنی چه جهاد کرده نمیتوانند، همین مثلا چه به سبب چی ضعفیاشون، به سبب مثلا بیماریاشون، نام به سبب که یعنی شرایط ندارند، کم بغل مثلا چه و هم مثلا جهاد ترک کنن باقی ندارند، به شرط چه نصیحت کنن برای الله و برای رسول علیه الصلاة والسلام. چیکار کنن؟ یعنی نصیحت کنن مثلا چه و هم چه باقی ندارند. نام چه نصیحت برای امین مثلا یعنی قرآن به مثلا چه انبیاء ها همه چی میگفت، یعنی مثل نوح علیه الصلاة والسلام من الناصحین میگفت خودش، مثلا صالح علیه الصلاة والسلام مثلا چه خداش چی میگفتن، یعنی اینا همه یعنی چی میگفتن؟ گفتم یعنی با از چی حساب میکردن، یعنی خداش از صالحین میگفتن، یعنی از یعنی چه الناصحین، از چه الناصحین میگفتن، یعنی نه برای همین یعنی این چی می برای توضیح یعنی گفتم که الدین و نصیحه هم خیل. طيب دین چی؟ دین الدین و نصیحه گفتم. دین چی؟ انا من چی گفتم؟ دین چی گفتید؟ گویت سه مراتبه. اسلام ایمان احسان. نعم یعنی اسلام ایمان احسان، یعنی معناش نصیحت هر زم چیز به میدارد، احسان به و چی به میدارد، یعنی نعم احسان به و اسلام به و چی به و ایمان به هر زم چیز به چی میدارد گفتم، یعنی یعنی نعم یعنی نصیحت چی میدارد همین چیز. یعنی مثلا احسان به مثلا اسلام، نصیحت مثلا یعنی باید که اسلام به مثلا آدمای نصیحت کردن و ایمان به مثلا آدم‌ها به نصیحت کردن و احسان به چه خیلی میدارد. مثلا احسان به مثلا میگیم که یعنی چی، یعنی این معناش احسان چی میشه، یعنی الدین و نصیحه قلنا لمن قال لله، انا من چیز لله، نصیحت برای الله تعالی، نصیحت برای الله تعالی چه خیلی میشه، یعنی احسان ان تعبد الله کانک تراه، گویا که تو هم خیلی عبادت کن که الله سبحانه و تعالی چه گویا که الله سبحانه و تعالی چه دیده شده. یعنی این چی گفتم، یعنی کمال محبت الواجبه، واجبه محبت هر دوش باید که چیکار کنی، یعنی جمع کنی. یعنی اما معنای چی؟ معنای نصیحت، یعنی نصیحت معناش چی؟ معنای نصیحت به علما مثلا چی دادن بسیار تعریفاشونه، تعریفای بسیار گفتگیان، مثل خطابی رحمه الله میگوید که النصیحه میگوید کلمه یعبر بها عن جمله هي اراده الخير للمنصوح له. انا من چیز یعنی شیخ عباده من گفته اوید نقل کرده هم چیه، اراده الخير للمنصوح له یعنی معناش چی میشه، یعنی انا من چیز، یعنی معناش چی میشه، یعنی اراده الخير للمنصوح له. انا معنای نصیحه اراده الخير للمنصوح له، یعنی کلمه جامع میشه اراده الخير للمنصوح له. یعنی شما حاضر چیه از زید را عاج کردنی، نصیحت کردنی، شما که میشید ناصح، زید منصوح.
منصوح یعنی نصیحت کرده شده. یعنی شما همین زید به خیر اگر خواهید همین چی میشد؟ یعنی نصیحت میشد. همین چیز اراده الخیر للمنصوح له، یعنی خیر دنیای آخرتی که وای بخواستید همین چی میشد؟ یعنی نصیحت میشد. برای همین چی میشد؟ یعنی معنای نصیحت یعنی این قول مثلا كذلك ابن فارس معجمنده میگوید که النصح میگوید فی اللغه الخلوص، معنای خلوص میتید. یعنی معنای خلوص چی؟ توزه کردن، اخلاص. یعنی هم میگیم که نصحت العسل اذا خلصته من ماذا؟ من الشمع و من الماذا؟ یعنی من الثمن. یعنی ماذا؟ نصحت العسل، یعنی وقتی که میگه نصحت العسل، عسل رو چیکار کردم؟ نصیحت کردم. ای عسل از همه چیزا ها، عسل میند که شما عسل از همه افلاسی هاش توزه کنید ها، عسل هم چی پیدا میشه اولنده؟ هر چیزا پیدا میشه اولنده، وای خونه زنبور هر چیزا همینایی باید که عسل چیکار میکنه؟ هم میوه توزه میکنه ها. عسل اولی گرفته کشن چی میشه؟ یعنی وای هر خیلی مثلا چیزا همین شدن، همین چیزای گرفتن همین چی میگیم؟ یعنی همین نصح میگیم. یعنی فهمیدید؟ فهمیدید یا نفهمیدید؟ ها همین از کلمه چی گرفته شدگی؟ یعنی کلمه خلوص گرفته شدگی. فهمیدید؟ دو معنا دارد. یعنی برای همین چیز ما باید که فهمیم. واسه برای که اراده الخیر للمنصوح له، یعنی النصیحه لله گفتیم. یعنی معنا برای همین یعنی نصح نون صاد و ح چی میاد با دو اصل میاد. دو اصل از یک اصل، دو اصل. یکم اصلش چی گفتیم؟ یعنی اراده الخیر للمنصوح له، و دویمش چی گفتیم؟ یعنی معنای خلوص میاد. یعنی جا کلمه اراده الخیر للمنصوح، یعنی رسول صلی الله علیه و سلم میگه که یعنی النصیحه لمن قلنا لمن قال النصیحه لله. تو چه خیلی برای الله تعالی مونږ کی میخوای؟ الله نیکی ما به وای محتاج می ها نه. دوی معناش میگیره، دوی معناش یعنی معنای خلوص. یعنی چی؟ این اینجا میبرد که حکمش یکم، یعنی اینجا 5 چیز ذکر کرد رسول صلی الله علیه و سلم: نصیحت برای الله تعالی، برای رسول صلی الله علیه و سلم، برای کتاب الله تعالی و برای امام های مسلمان ها و برای امت مسلمان ها. یکم قسم الاول قلنا ماذا؟ النصیحه لله عز وجل. معناش چی؟ الخلوص. یعنی معناش چی میشه؟ یعنی اخلاص میشه. یعنی معنای از همین میاد که یعنی از همین میاد که نعم آدم میاد که یعنی معنای نصیحت یعنی خلوص معناش میاد. همین به یعنی معنای نصیحت لله سبحانه و تعالی یعنی صحت الاعتقاد فی وحدانیته. یعنی الله سبحانه و تعالی یعنی عبادت کردن چی؟ با یعنی چی؟ با یعنی گفتیم تنها خودش ربوبیه، یعنی الوهیه و اسماء صفات بیانه. فهمید؟